با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. با امید به اینکه حال همه شما عزیزان خوب باشه، ویژه گفتگوی امروز خواهیم داشت که تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. امیدوار هستم در این نیم ساعتی که در خدمتتون هستیم وقت گرامیتون رو به ما بدین و در این برنامه همراه ما باشین، چرا که به یاری شما عزیزان نیاز داریم و به همفکری شما. در این برنامه خانم دکتر عطیه سیف همراه ما خواهند بود و جهت اینکه با توجه به رشته تخصصی ایشون و اصولاً یاری رسانی در یک چنین مجموعه کارهایی چرا ضروری است، نقطه نظرهایشون رو دنبال خواهیم کرد و مخصوصاً در ویژه برنامه‌ای که در پیش داریم در شهر تورنتو و ایشون هم حضور خواهند داشت و در واقع جزو هیئتی هستند که هیئت اجرایی که دارن کمک میکنن و همطور در اجرای برنامه‌ای که تا دقایق دیگه خدمتون معرفی خواهد شد MC برنامه خواهند بود. طبعا اطلاعات بیشتری در مورد این برنامه دارن که امشب در اختیار شما عزیزان هموطن قرار خواهند داد. اجازه بدین قبل از اینکه بریم به سراغ ایشون و عرض ادب و احترام خدمتشون داشته باشیم و اطلاعات لازم رو ازشون بگیریم، خدمت شما عزیزانی که در این برنامه با ما میخواین همراه باشین و بدونین که راجع به چی امشب میخوایم صحبت کنیم و چرا شما را دعوت میکنیم به اینکه همراه ما باشین، یک گلایی خواهیم داشت در شهر تورنتو در روز 15 ژانویه و در واقع یک فاین ریزینگی هست که گروهی از ایرانیان، در واقع سازمانی به اسم ICSR، در واقع Iranian Canadian for Syrian Refugees، برای پناهجویان سوریه این گروه تشکیل شدن و اعضایی به هر حال آمدن شرکت کردن. این اعضای در واقع شناخته شده شهر تورنتو هستن، کسانی که همیشه پیش قدم بودن، مثل خود خانم دکتر سیف که وقتی نیاز بوده چه برای ایرانی ها چه برای اصولاً برای انسان ها، برای بشر نیاز به کمک بوده، همیشه اینا پیش قدم بودن و قدم اول رو بر می داشتن و بعد هموطنان دیگه یک به یک همراهی می کردن. این بار هم این گروه آمدن و عضو افتخاریشون هم آقای دکتر رضا مریدی هست و این برنامه رو برای 15 ژانویه آماده دارن میکنن. ولی اینکه جزئیاتش چه خواهد بود و شما چی کار میتونید بکنید و چرا این کار باید انجام بشه و جامعه ایرانی چه نقشی میتونه داشته باشه، اجازه بدین خدمت خانم دکتر سیف خوش آمدی بگیم و اطلاعات بیشتری از ایشون بپرسیم. خانم دکتر سیف عزیز همراه ما هستین. با عرض ادب و احترام در برنامه حضور شما رو خوش آمد میگیم و خوشحال میشیم که اگر اطلاعاتی در مورد 15 ژانویه در روز برای فاین ریزینگی که در پیش داریم و در مورد این سازمان هایی که به هم پیوستن در اختیار ما و بینندگان و شنوندگانمون بگذارید. خانم احمدی عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزم. خیلی ممنون که واقعا شما همیشه سپورت میکنید و همیشه حمایت کننده برنامه‌های مثل این هستین و متشکریم که واقعا این وقت رو به ما دادین که ما بتونیم در مورد این موضوعی که به نظر من فرصت بسیار خوب و طلایی هست برای هموطنان و هر کسی که واقعا دوست داره که کمکی بکنه در این موقعیتی که پیش اومده برای پناهندگان سوریه که الان واقعا به طور ناراحت کننده ای الان آواره هستن و به خاطر مسائل سیاسی مشکل دارن که واقعا جایی رو برای خودشون انتخاب بکنن و خونه‌ای داشته باشن. البته میدونم که کانادا خیلی الان از لحاظ اینکه کمک کرده و جاستین ترودو در چند روز پیش اتفاقا اولین هواپیمایی که پناهندگان سوریه رو بهشون خوش آمد گفت و باعث خوشبختیه که کانادا واقعا این گام بزرگ برداشته و حمایت داره میکنه از این پناهندگان سوریه. ولی همچنین که میدونین خیلی کشورها به خاطر مشکلاتی که دارن هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ امنیتی درای خودشون رو یا بستن یا نتونستن اونجوری که باید از این پناهندگان بتونن بهشون پناه بدن و خونه‌ای براشون درست کنن متاسفانه. و برای همین من فکر میکنم این فرصت برای اون عده‌ای از ما که میتونیم از لحاظ اینکه کمکی بکنیم مالی که اینا بتونن حداقل یک آشیانه‌ای پیدا کنن یا اینکه حتی در سوریه بتونن بهشون اون امکانات غذایی یا آذوقه یا لباس یا چیزای دیگه بتونه کمک‌ها بهشون برسه. بنابراین این کمک مالی هستش که یه عده‌ای در
تورنتو همونجور که شما گفتین گرد همایی کردن و یه هیئتی هستن که با نیت اینکه کار انسانی انجام بدن میخوان که کمک بکنن به همین گروهی که پناهندگان سوریه و ما گذاشتیم اسمشو Iranian Canadian for Syrian Refugee و همونجور که گفتین دکتر موریدی واقعا قدم رنجه کردن و خیلی فعالیت میکنن و واقعا افتخاری دارن این کارو برای این جامعه ما میکنن و همیشه کمک کردن و ایشون ممبر افتخاریمون هستن و خیلی واقعا فعالیت میکنن با کارهای زیادی که دارن ایشون، ولی تونستن که واقعا این کار خیر و کار انسانی رو با ما همراهی کنن و قدم رنجه کردن. و کامیتی ممبرهای دیگه هستن، نمیدونم خانم عبدی میخواین اسما رو ببریم یا شما میخواین اسما رو بگین، ولی یه گروهی هستن. خیلی هم ممنون میشیم، چون به هر حال اسامی هستن که هم در شهر تورنتو بسیار شناخته شده هستن و افراد در واقع فعالان اجتماعی که همیشه در کارهای خیر پیشقدم بودن و کمک بودن برای جامعه. بعدم نیست که دوستان بدونن که پشتوانه چنین کارهای بزرگی همیشه افرادی هستن که میان قدم اول رو برمی‌دارم، چه قدم اول سخته دیگه، و بعد هموطنان عزیز هستن که یک به یک کمک‌هاشون هر چند فرقی نمی‌کنه، به هر حال تعدادی اسپانسر لازم هست که اسپانسرها باید بیان جلو و بلیط‌ها که خریداری میشه هر کس به اندازه خودش سهمی داشته باشه در این کمک رسانی، طبعاً خودش احساس رضایتی خواهد داشت. و این دوستان هم چون به هر حال در پروژه‌های دیگه همیشه کارهای موفقی برای شهر تورنتو کردن، خیلی هم ممنون میشیم اگر اسامیشون رو بگیم. بسیارشون هموطنان میشناسن در شهر تورنتو، ولی اگر نام ببرین به هر حال فقط فرصت کوتاهی خواهد بود که کوچکترین کاری که میشه کرد حداقل ازشون تشکر بشه. بفرمایید. خواهش میکنم. این افراد به طرف الفابت من میگم که همونجوری گفتم دکتر رضا موریدی ایشون ممبر افتخاری ما هستن که واقعا لطف کردن و این کار رو دارن با ما حمایت میکنن و خیلی ما رو واقعا تشویق کردن که این کار رو انجام بدیم و واقعا کمک‌های بسیاری در این مرحله انجام دادن ایشون که واقعا اسمشون رو بعد اول گفت. بعد خانم شریعه درویش هستن، دکتر شاهین حاتمی هستن، خانم ژیلا کتیرایی هستن، خانم افخمه مردوخی هستن، زرین محدین هستن، خانم مرجان موریدی، آقای دیوید موسوی هستند، آقای سم اسکویی هستند، آقای مایکل پارسا، دکتر کاوه راد هستند، من هستم و آقای هوشنگ شنس و خانم شری طباطبایی و آقای علی وکیلی هستند. ممنون. بله، تمام افراد شناخته شده ای که در بخش‌های مختلف شهر همیشه فعال و کمک رسان بودن. بسیار هم ازشون سپاسگزاریم که در یک مجموعه دیگر باز دور هم جمع شدن و فضایی رو ایجاد دارن میکنن که دیگران هم بتونن دست به دست اونها بدن و بار دیگر به هر حال یک حرکت بشردوستانه رو دنبال کنن. 15 ژانویه سال جدید میلادی فرصت خیلی خوبی هم خواهد بود. به هر حال سال جدیده و یک در دید و بازدیدی دوستان با هم خواهند داشت. شاید بهترین بهانه باشه که در شادی هامون یاد کسانی باشیم که در بدترین شرایط الان دارن زندگی میکنن. برای ماها همونطور که شما فرمودین خانم دکتر، هیچ فرقی نخواهد کرد که به خاطر مسائل سیاسی در کجای دنیا الان مردم گرفتارن. مسلماً هر جا باشه هر انسانی باید سهم خودش رو ادا کنه که این بار مردم در سوریه گرفتار هستن و تعدادشون رو خب اینجا دولت داره پناه میده. چه قدم خوب و هم میبالن به حرکت بشردوستانه آقای ترودو و بسیار هم افتخار میکنیم به وجودشون. و این بار هم این حرکت کوچک از طرف جامعه ایرانی، به هر حال این سازمان داره کار قشنگی رو میکنه که لازمش این هست که هموطنان حضور پیدا کنن و نقش خودشون رو هم ایرانی ها ایفا کنن و نشون بدن یک بار دیگه که ایرانی ها هم مثل همیشه در کنار بقیه انسان های دنیا هیچ تفاوتی بین رنگ و مذهب و هیچ نام یک کشوری که به هر حال ما میدونیم الان مسائل سیاسی داره چیکار میکنه با کشورها نخواهیم گذاشت. ما
و کمکشون کنیم. بفرمایید که چه کمک هایی رو مردم میتونن اهدا کنن غیر از خرید بلیت که امکانش رو دارن به هر حال به این مجلس بیان. این مجلس ها بهانه است برای حضور که در لپارک خواهد بود این مهمانی و گرد همایی و دوستان میتونن بلیت تهیه کنن. ولی دیگه فکر میکنین که چه کمک های دیگری اسپانسرها خواهند تونست داشته باشن؟ عزیز و بینندگان، اتفاقا همین که گفتیم من الان فکر میکنم که بیشتر کاری که میشه کرد واقعا به عنوان دونیشن هستش. توی تلویزیون میتونید زیر تصویر ببینین که یه دونه وبسایت هستش www.idrf.com/ICSR که این در واقع این یه فاندریزینگ چیز هست، ایجنسی هستش که نان پرافیته و تمام کمک ها که میشه از وسیله اینها به سوریه میرسه و اگر دوستان برن این وبسایت رو ببینن میتونن اونجا پول دونیت بکنن به هر مقداری که خودشون دوست دارن. اگر بخوانم بلیط تهیه بکنن برای برنامه لپارک که در ژانویه 15 هستش این فاندریزینگ، بلیتش هست $150. بلیط هم میتونن از همونجا بگیرن. اگرم بخوان از طریق دیگه تلفنی هستش اونجا که میبینین 647 933 8293 میتونن از این طریق هم اطلاعات بیشتری دوستان بگیرن برای یا دونیشن یا برای اینکه بخوان در اون برنامه شرکت کنن. بعد برنامه طوری که ما انجام شده این ایجنسی رو انتخاب کردیم به خاطر چند دلیل. به خاطر اینکه میتونن افرادی که دونیشن میکنن تکس رسید میگیرن، یعنی در واقع شما اگر تکس میدین سالیانه با مبلغی که دونیت میکنین میتونین رسید بگیرین و از تکستون کم میشه. بنابراین نه تنها کار خیری انجام میدین، همچنین میتونین ادعا بکنین از تکس که از تکستون دیداکت بشه و کم بشه. بنابراین وقتی رو اون وبسایت میرین همونجا بهتون یه رسید میده که میتونین به اکاونتنتتون بدین، حسابدارتون، و اینو کمک کنه که برای تکس ریترنتون استفاده بکنین و هر چقدر که انجام بدین گروس نت اون میتونین برای تکستون بشه. بنابراین بلیت لپارک هست $150. $50 برای مبلغ فراهمه که شام برای پذیرایی شام و انترتینمنت هستش استفاده میشه، ولی $100 از اون بلیت شما میره برای خیریه و برای دونیشنی که اتفاق افتاده. بعد $100 رو میتونین تکس ریترن بگیرین. بنابراین اگه $150 برای بلیت بدین شما $100 تکس ریترن میگیرین. دوستانی که به هر حال دونیشن میدن و اسپانسر برنامه میشن که پکیجای اسپانسرشیپ رو میتونین دریافت کنین به تقاضای خودتون، به طور کامل هر مبلغی بدن کاملش رو تکس دیداکتیبل خواهد بود و برای مالیاتشون میتونن در هر کجای دنیا که باشین، اگر برنامه ما رو دنبال میکنین، از هر کجا دوست دارین این کمک رو بکنین. IDRF جایی که انتخاب شده و معمولا این کمک رسانی ها رو همیشه میکنه، بسیار معتبر و معروف هست. بیشتر خانم دکتر راجبشون توضیح خواهند داد. اینا خوشبختانه این امکان رو دارن که برای بم هم کمک‌های خیلی زیادی در زمان زلزله بم جمع آوری شده از طریقشون و خیلی کمک میکنن. اینا قادر هستن که در هر کجای دنیا شما هر کمکی که به عنوان در واقع دونیشن بدین به نام از کمپانیتون یا شخصی به شما رسید مالیاتی میدن که در همه جای دنیا قابل استفاده است در بخش‌های مالیاتیتون و به طور هر مبلغ بدین همون مقدار هم میگیرین. و خب این به هر حال یک مزیتی است که شاید صاحبان بیزینس و دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن بخوان کمک کنن و در قبالش این رسید مالیاتی رو هم قانونا داشته باشن. پس اجازه بدین که اطلاعات کامل روی صفحه تلویزیون هست، محبت کنین، مراجعه کنین و دوستانی که در تورنتو هستین اگر اطلاعات بیشتری میخواین یا میخواین بلیط بگیرین با شماره 647 933 82 93 تماس بگیرین. عزیزانی که از این اطلاعات رو از تلویزیون مشاهده میکنین راحت‌تر خوب یادداشت می‌فرمایید. دوستانی که از رادیو و یا از طریق اینترنت دنبال میکنین ما مجدداً کل اطلاعیه رو برای شما به صورت روزانه تکرار خواهیم کرد و میخونیم. بفرمایید که خانم دکتر سیف در ادامه که همراه ما هستین اگر مطلبی در این قسمت دوستان راجع به IDRF باید بدونن یا برنامه 15 ژانویه خوشحال میشیم که بشنویم. مرسی. همونجوری که شما گفتین IDRF یه International Development and Relief Foundation هست که به مدت طولانی
این فعالیت میکردن و نان پرافیت هستن و خیلی کارهای خیریه انجام دادن. یکی از همینا که شما فرمودین در مورد همین زلزله بم بوده و خیلی قابل اعتماد هستن و به خاطر اینکه میدونین که به خاطر تکس ریترن بودن باید با یک ایجنسی ما این کار انجام میدادیم که اعتبار خاصی داشته باشه و چندین سال در این کار فعالیت میکرده که بتونیم تکس دیداکتیبل رو بتونن دوستان استفاده بکنن برای کاری که خیری که داره انجام میدن و کار نیکی که داره انجام میدن. از لحاظ اینکه اسپانسرشیپ شما فرمودین، من میتونم یکم صحبت کنم در مورد این. البته که کانادا اگه هموطنان و هر کسی که دوست داره میتونه دونیت بکنه زیر اون وبسایتی که من به شما گفتم یا تلفن. دوستانی هستن که با کامپیوتر راحت نیستن و یا دوست ندارن که پرایوت این مسائلشون رو مثلا تو کامپیوتر بذارن. میدونم دوستانی هستن که روی این مسائل به هر صورت پرایوسیشون رو دوست ندارن که شیر کنن. میتونن از طریق تلفنی که الان میبینین رو صفحتون از اون طریق شما دونیشن انجام بدین و براتون رسید رو میفرستن برای تکستون. بنابراین شما از اون طریق هم میتونین چک بهتون آدرس میدن و شما چکتون رو با اون آدرس میفرستین و بنابر اون پرداختی که کردین برای شما میفرستن رسید برای تکستون. همچنین پکیج‌های مختلف هستش برای برنامه که من یه اشاره میکنم که اگر کسانی دوست دارن که اسپانسرشیپ داشته باشن در این برنامه که در ژانویه 15 خواهد بود در لپارک در تورنتو، میتونن که اسپانسر داریم از قیمت‌های مختلف. همونجوری که شما گفتین خانم احمدی از $10,000 هستش که میتونن حتی در اونجا صحبتی بکنن این افراد و میتونن 20 تا تیکت بهشون تعلق پیدا میکنه و میتونن لوگوی کمپانی یا چیزی را که دوست دارن اونجا بذارن و بنابراین اون خیلی میتونه برای افرادی که دوست دارن شناسایی بشن یا اینکه نشون بدن که واقعا فعالیت میکنن در این کارهای نیک موقعیت خوبیه براشون. پلاتینوم سپانسر داریم که $5,000 مبلغش، اونم 10 تا بلیته و میتونن لوگو داشته باشن و اسمشون اونجا نام برده میشه. بنابراین دایموند سپانسر هم هست که یکم مقدارش پایین‌تر 2500 تاست که 6 تا تیکت بهشون تعلق پیدا میکنه و لوگو دیسپلی هم بهشون تعلق پیدا میکنه. و بعد گولد سپانسر هست که $1,000 هستش و 4 تا بلیت دارن و لوگو دیسپلی. و آخرش هم سیلور سپانسره که 500 تا هستش که 2 تا بلیت هستش با لوگو دیسپلی. برای این اسپانسرشای مختلف در مقدارهای مختلف هستش که میتونن دوستان اگه بخوان در این کار شرکت بکنن و با تلفن یا وبسایتی که میبینین که ایمیل ادرسی هستش به gmail.com میتونن از طریق اون بیشتر تماس حاصل فرمان یا بگن که دوست دارن در این کار شرکت بکنن و میتونن که کمک بگیرن و اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشن. و همچنین دوستانی که خودشون میخوان دونیشن انجام بدن به هر مبلغی که دوست دارن، اونم میتونن از www.idrf.com/ICSR یا به طریق چک با اون تلفنی که میبینید 647 933 8293 بتونن این پولو بدن که بتونن براشون تکس ریترن براشون بفرستن. برای من فکر می‌کنم فرصت خیلی خوبیه. همونجوری که خانم احمدی شما گفتین الان ما ایام کریسمس هستش و بیشتر موقع شادی ایام هانوکا هستش، ولی خیلی از ما وقتی می‌بینیم این پناهنده ها رو در اخبار و می‌بینیم اینا واقعا آواره هستن و خیلی در حالت بدی هستن، خودم یا امثال من میگفتم من چجوری میتونم به اینا کمک کنم و این شاید الان فرصتی باشه که ما بتونیم کمکی بکنیم و احساس به همدردی با این افراد بکنیم و اون کار کوچیکی که از عهدهمون برمیاد بتونیم براشون انجام بدیم، براشون بتونن بدونن که کسانی هستن، انسانهای دیگه هستن که به فکرشون هستن و یا ما دوست داریم کمکی یا کاری بکنیم که بتونیم در این موقعیت شرایط خیلی سختی که اینا دارن بتونیم واقعا کمکشون باشیم. بله دوستان، میگن اگر بهترین لباس تو که دوست داری، گرونترین لباس تو که دوست داری اگه تونستی ببخشی، اون وقت تازه میتونی احساس کنی که قدرت بخشندگی دارین. شما عزیزانی هم که امسال شاید هنوز هم دیر نشده باشه برای مهمانی‌های کریسمس، اگر هنوز برای کمپانیتون یا همکارانتون مهمانی نگرفتین، بیاین دور هم با هم صحبت کنین. با هم دیگه میتونین مهمانی کریسمستون رو بگذارین برای بعد از سال نو. بیاین به این مهمانی. در این مهمانی شما احساس بهتری خواهین داشت. در این مهمانی هم با هم خواهین بود، هم یک کار بزرگتری کردین، هم مطمئن هستین که در شادی خودتون برای دیگرانی که واقعا
شاد نیستن و نگرانن و همه چیزشون رو از دست دادن، در شادیتون اونها رو هم شریک کردین و شاد کردین. کمترین کاری است که شاید بتونیم بکنیم. هر انسانی اگر در لحظه‌ای که نیاز هست بتونه کاری بکنه، به هر حال قدرت خودش رو نشون داده. احساس وگرنه اینکه ما همه نگران باشیم و می‌خوایم هم کاری بکنیم فایده نخواهد کرد. این احساس رو همه ما داریم برای اینکه انسانیم، ولی احساس داشتنش کافی نیست، باید کاری بکنیم و الان موقع اونیه که بتونیم یک حرکتی بکنیم. ممنونیم از همه کسانی که مثل خود شما خانم دکتر سیف که این فضا رو ایجاد کردین و این فرصت رو به دیگران دادین که بتونن با باورهاشون بیان و کمک کنن و فرصت خوبی خواهد بود برای نوع تخصص شما. من فکر میکنم که شاید فرصت کوتاهی باشه بتونیم سوال کنیم که اصولاً احساس اینکه انسان میتونه خیلی احساس خوبی داشته باشه بعد از یک چنین کارهایی که انجام میده چی میتونه باشه؟ شاید بد نباشه. شما که به هر حال در این رشته زیاد کار کردین و با انسان‌های مختلفی سالیان سال پرکتیس داشتین، یک کوتاه هم راجع به این بگین که اصولاً کمک رسانی چه احساس خوبی میتونه به انسان بده. یکم هم راجع به صحبت کنیم و بعد بریم به سراغ پایان برنامه امشب. حتما. قبل از اینکه من اینو جواب سوالتون رو بدم، میخواستم بگم که دوستان عزیز نباید حتما از کانادا این کار انجام بدن. میتونید از هر کجای دنیا با کامپیوتر میتونین یا تلفنی حتی این مبلغ رو به هر مبلغی که دوست دارین بپردازین یا کمک خیریه رو انجام بدین. بنابراین در آمریکا، در اروپا، در هر کجا که هستین و دوست دارین که کمکی بکنین در این راه، بنابراین میتونید با همون وبسایت و همون تلفن شما تماس حاصل فرمایید و این کار رو انجام بدین. و من فکر میکنم که این یک کار هستش که انسانیه. یعنی مهم نیست که کجا هستین و چه مذهبی داریم، چه اقلیتی هستیم، و منظور اینه که انسان باشیم و کمک بکنیم. و همونجور که شما گفتین، خب کمک کردن همیشه نشون دادن که در روانشناسی و در علم روانپزشکی یکی از راه هاست که انسان میتونه احساس بهتری پیدا بکنه. بنابراین وقتی ما کمک میکنیم به فرد دیگری یا در کارهای خیریه یا دونیشن یا همین گروهی که الان جمع شدیم و افرادی که دوست دارن کمک کنن، اون باعث میشه که ما خودمون یک شادی درون خودمون بیافرینیم، چون که احساس کردیم که ما یک توانایی داشتیم که در یک راهی یک کار مثبتی انجام بدیم. و بنابراین گراتیتود هم که میدونین قدردانیه. همین که ما قدردانیم که ما میتونیم در یه جایی هستیم که خونه‌ای داریم، آشیانه‌ای داریم و احساس امنیت میکنیم، واقعا باید قدردان باشیم. و وقتی که این کمک رو ما انجام بدیم به کسانی که واقعا این امکانات رو الان ندارن، نه امنیت دارن، نه آشیانه‌ای دارن و همه اینا رو از دست دادن، این خودش باعث میشه که ما بیشتر قدردانی از خودمون بکنیم و اون چیزایی که داریم و همچنین آرزو بکنیم و یک قدمی برداریم که اون کسانی که اینا ندارن یا در کمبودش هستن بتونن شاید اونام به این راه برسن. بنابراین 100% کمک کردن به دیگران باعث میشه که اول کمک به خودمون بکنیم. بسیار ممنون. همون انتظاری که همیشه ازتون میرفت، در یک جمله به قول معروف لب کلام رو گفتین و آنچه که دوست داشتیم پیام اصلی برسه امشب به دوستان، شما این کار رو انجام دادین. ممنونیم ازتون. به امید دیدارتون در روز 15 ژانویه. دوستان عزیز، یک بار دیگه تکرار میکنیم و تشکر میکنیم از ایرانیان کانادین for the Syrian Refugees، سازمان ایرانی کانادایی برای حمایت از پناهجویان سوریه که دور هم دارن جمع میشن در روز 15 ژانویه برای کمک رسانی به پناهجویان سوریه. اما نیاز دارن به حمایت شما عزیزان. باشون تماس بگیرین، ببینین از چه طریقی میتونین کمک‌های خودتون رو بهشون برسونین. در هر کجای دنیا که باشین رسید مالیاتی تحویل خواهین گرفت و از طریق IDRF که در واقع یک سازمان غیر انتفاعی هست که قانوناً باید این سازمان باشه این وسط که بتونه کمک ها رو برسونه و در واقع رسیدهای مالیاتی رو به شما تحویل بده و سالیان سالی که این کار رو دارن میکنن، بسیار معتبر شناخته شده و برای ایرانی ها هم بارها کمک کردن، به جمله که در برنامه اشاره شد برای زلزله بم بسیار کمک کرد این سازمان. و با تشکر از همه عزیزانی که
در این مسیر قدم گذاشتن، مخصوصا آقای دکتر مریدی که در برنامه‌های آینده خواهند آمد و توضیحاتی که لازم هست خدمت شما اعلام خواهند کرد. برای اطلاعات بیشتر و خرید تیکت میتونین با شماره 647 933 82 93 تماس بگیرید. احیانا اگر جزو عزیزانی هستین که میخواین بیزینستون جزو اسپانسرها باشه و اونجا صحبتی داشته باشین یا معرفی بشین، که میتونین با همین شماره تماس بگیرین و تقاضا کنین که اسمتون و لوگوتون رو جزو اسپانسرها از همین امروز قرار بدن. خانم دکتر سیف، سپاسگزاریم از شما مثل همیشه که در تمام مسائل صلح‌جویانه و خیرخواهانه همراه جامعه ایرانی و همه انسان‌ها بودین. ممنونیم و این بار هم امیدواریم در برنامه آینده شما هم باشین که بتونیم اطلاعات لازم رو ازتون بگیریم. تا دیدار شما روز 15 ژانویه. خیلی ممنون و سپاسگزار از شما که همیشه واقعا حمایت میکنین برنامه‌های خوب انسانی رو و همچنین امیدوارم که بینندگان عزیز بتونن واقعا کمکی که در توانشون هست این رو انجام بدن و ازتون سپاسگزارم. تا گفته بایدید. خدا نگهدار.